ای مردم ایران، ای فرزندان این خاک زخمی، ای دلهای خسته، ای چشمهایی که سالها رنج را دیدند و هنوز به دنبال نور می‌گردند، و ای مسلمانان جهان، ای امت پیامبری که برای رحمت آمد نه برای تفرقه، برای بیداری آمد نه برای خواب، برای عدالت آمد نه برای تحقیر انسان. امروز در یکی از سنگین‌ترین لحظات تاریخ ایستاده‌ایم، لحظه‌ای که نه فقط سرنوشت یک کشور بلکه شرافت انسان، کرامت بشر و معنای واقعی ایمان و انسانیت در حال آزموده شدن است. امروز دیگر زمان بازی با الفاظ نیست. زمان آن گذشته که انسان رنج بکشد و ما فقط تماشا کنیم. زمان آن گذشته که خانه ها ویران شوند و ما نام آن را سیاست بگذاریم. زمان آن گذشته که خون انسان ریخته شود و ما آن را با واژه‌ها توجیه کنیم. زمان آن گذشته که سکوت را عقلانیت بنامیم و ترس را مصلحت جلوه دهیم. امروز روز بازگشت به اصل انسان است. روز بازگشت به حقیقت است. روز بازگشت به این فهم بزرگ است که انسان برای ذلت آفریده نشده، برای بردگی دروغ آفریده نشده، برای تفرقه، ترس، تحقیر و خاموشی آفریده نشده است. انسان امانتدار زمین است. انسان حامل مسئولیت است. انسان اگر بیدار شود میتواند تاریخ را عوض کند. نه با درندگی، نه با نفرت، بلکه با حقیقت، با شرافت، با ایستادن بر مدار حق. ای مردم، در روزگار آشوب بزرگترین خطر فقط سقوط حکومت‌ها نیست. بزرگترین خطر سقوط وجدان هاست. وقتی انسان را فراموش کند، وقتی درد دیگران برایش عادی شود، وقتی ظلم را ببیند و بگوید به من ربطی ندارد، وقتی در برابر تحقیر بشر خاموش بماند، آنجاست که یک ملت پیش از آن که در بیرون سقوط کند، در درون سقوط کرده است. ما باید از این سقوط درونی نجات پیدا کنیم. ما باید دوباره یاد بگیریم که نجات یک سرزمین فقط با عوض شدن اسمها نیست، فقط با رفتن چهره ها نیست، فقط با فرو ریختن یک ساختار نیست. نجات یک سرزمین با ساختن انسان آغاز می شود، با ساختن وجدان، با ساختن مسئولیت، با ساختن صداقت، با ساختن جامعه‌ای که بداند آزادی بدون اخلاق خیلی زود به هرج و مرج تبدیل می شود و قدرت بدون کرامت حتی اگر لباس نجات بپوشد باز هم ویرانگر است. و اگر قرار است فردایی روشن ساخته شود، آن فردا باید بر ستون‌های روشن، عادلانه و انسانی بنا شود، نه بر ابهام، نه بر انتقام، نه بر هرج و مرج، نه بر تکرار استبداد با چهره‌ای تازه. آن فردا باید 10 اصل روشن داشته باشد. نخست، ایران باید یک پارچه بماند. این سرزمین میراث خون و رنج و تاریخ یک ملت است. هیچ قدرتی، هیچ گروهی، هیچ منفعتی حق ندارد در لحظه بحران تمامیت این خانه مشترک را قربانی سهم‌خواهی، تجزیه یا طمع کند. دوم، آینده نباید بر انتقام ساخته شود. عدالت باید باشد، اما عدالت با خشم کور یکی نیست. هیچ ملت بزرگی با تصفیه حساب جمعی، با تحقیر همگانی و با سوزاندن همه چیز به آزادی پایدار نرسیده است. سوم، نان مردم، داروی مردم، آب مردم، برق مردم، درمان مردم، امنیت کوچه و خانه مردم باید حفظ شود. تغییر اگر زندگی عادی مردم را به نابودی کامل بکشاند، ترس دوباره بر جامعه مسلط می شود و انسان از آزادی به سوی هر نظمی که فقط او را زنده نگه دارد پناه میبرد. چهارم، اداره کشور باید به دست ساختار مدنی، شفاف و پاسخگو بازگردد، نه به دست منطق اسلحه و سایه ترس. مردم برای آن زخم نخوردند که یک چکمه را با چکمه دیگر عوض کنند. پنجم، هر زندانی که فقط به خاطر اندیشه، بیان، باور یا اعتراض بیخشونت در بند مانده باید طعم آزادی را ببیند. جامعه‌ای که اندیشه را زندانی کند، آینده را زندانی کرده است. ششم، رسانه باید نفس بکشد. حقیقت باید راه پیدا کند. مردم باید بتوانند سخن بگویند، بشنوند، پرسش کنند و بی هراس گرد هم آیند. جامعه‌ای که در آن فقط یک صدا مجاز باشد، خیلی زود دوباره به تاریکی باز می‌گردد. هفتم، اگر مدیریت موقتی شکل می‌گیرد، باید محدود، پاسخگو، شفاف و امانتدار باشد. نه صاحب کشور، نه مالک مردم، نه حاکمی تازه. تنها پلی برای عبور، نه مقصدی برای ماندن. هشتم، زمان آینده باید روشن باشد. مردم باید بدانند که چه زمانی، چگونه و با چه سازوکاری قرار است خودشان درباره قانون، ساختار حکومت و مسیر کشور تصمیم بگیرند. فردای مبهم بذر استبداد تازه است. نهم، کارمند، معلم، پرستار، کارگر، کارمند اداره، نیروی جزء، سرباز فریب خورده و هر انسانی که مستقیما دستش به ظلم آلوده نشده نباید قربانی نفرت جمعی شود. کشور برای برخاستن به بازگشت انسانها به مسئولیت نیاز دارد، نه به سوزاندن همه پلها. دهم، در برابر جهان نیز باید عقل، عزت و آرامسازی تنش حاکم شود، نه تسلیم شرافت فروشانه، نه ماجراجویی ویرانگر. هیچ ملت خردمندی خانه آتش گرفته‌اش را با بنزین غرور خاموش نمی‌کند. ای مردم داخل ایران، شما که سالها فشار را با استخوان و جان حس کردید، بدانید که تاریخ شما را فقط با رنجتان قضاوت نمی‌کند، با نوع برخاستنتان قضاوت می‌کند. مهم است که در لحظه آزمون شما حرمت جان را نگه دارید، شما حقیقت را گم نکنید، شما در دام نفرتی که سالها بر شما تحمیل شده نیفتید.
هیچ آینده روشنی بر ویرانه اخلاق ساخته نمی شود. ای ایرانیان بیرون از وطن، شما که قلبتان هنوز برای این خاک می تپد، بدانید که دوری از خانه مسئولیت رو کم نمی کند. امروز وطن فقط به فریاد نیاز ندارد، به بلوغ نیاز دارد، به صداقت نیاز دارد، به عقل، به وجدان، به همدلی، به مراقبت از حقیقت نیاز دارد. اگر صدایی بلند می کنید، بگذارید صدای کرامت باشد، نه صدای آتش بیشتر. اگر از آینده می گویید، بگذارید آینده ای انسانی را تصور کنید، نه فقط فروپاشی دیروز را. و ای امت اسلامی، ای مسلمانانی که نام پیامبر رحمت را بر زبان دارید، بدانید که امت فقط یک عنوان نیست، امت مسئولیت است. امت یعنی درد یکدیگر را فهمیدن، امت یعنی در برابر تحقیر انسان خاموش نماندن، امت یعنی وقتی بخشی از یک پیکره زخمی است، بخش دیگر خود را به نشنیدن نزند. امت یعنی بازگشت به روح اسلام، اسلامی که ستونش عدالت است، جانش رحمت است، راهش بیداری است و مقصدش ساختن انسان شریف است. و اگر امت اسلامی تکه تکه بماند، اگر هر گروه فقط به مرز خود، نژاد خود، مذهب خود و منفعت خود فکر کند، اگر مسلمان درد مسلمان دیگر را مسئله خود نداند، اگر سکوت در برابر ظلم را سیاست بنامد، آنگاه نام امت باقی میماند، اما حقیقت امت از میان میرود. وحدت امت یعنی یکی شدن بر محور حق، نه تعصب، یعنی یکی شدن بر محور کرامت انسان، نه قدرت طلبی، یعنی یکی شدن بر محور عدالت، نه شعار، یعنی یکی شدن برای آنکه دیگر هیچ کودک، هیچ زن، هیچ مرد بی‌پناهی قربانی بازی قدرت‌ها نشود. یعنی فهم این حقیقت که اگر امروز ما از هم جدا بمانیم، فردا هممان به نوبت قربانی همان تاریکی خواهیم شد. ای مسلمانان، بازگردید به پیام اصلی دین، بازگردید به شرافت، بازگردید به مسئولیت، بازگردید به آن فهمی که انسان را بالاتر از بازی‌های حقیر سیاسی می‌شناسد. دین اگر انسان را به عدالت، رحمت، بیداری و حمایت از مظلوم نرساند، فقط پوسته دیروح خواهد بود. و امت اگر متحد نشود، اگر آگاه نشود، اگر از خواب تاریخی خود بیدار نشود، نه از دین چیزی خواهد ماند، نه از کرامت، نه از آینده. و ای مردم جهان، بدانید که تمدن فقط با برج‌ها، ابزارها، پول، تکنولوژی و سرعت ساخته نمی شود. تمدن آنجاست که انسان حتی در بحران حرمت انسان را نگه دارد. تمدن آنجاست که جان مردم ابزار مسابقه دولت‌ها نشود. تمدن آنجاست که حقیقت قربانی تبلیغات نشود. تمدن آنجاست که عدالت از انتقام بزرگتر باشد و وجدان از منفعت قوی‌تر. من امروز از نفرت سخن نمیگویم، از انتقام سخن نمیگویم، از خونخواهی کور سخن نمیگویم. من از مسئولیت سخن میگویم، از کرامت سخن میگویم، از بیداری انسان سخن میگویم. از این سخن میگویم که اگر قرار است فردایی ساخته شود، باید بر شالوده حقیقت ساخته شود، بر شالوده عدالت، بر شالوده حفظ جان، بر شالوده احترام متقابل، بر شالوده وحدتی که انسان را از سقوط نجات میدهد. امروز نه زمان تحقیر یکدیگر است، نه زمان فروختن حقیقت، نه زمان خاموشی، نه زمان فرار از مسئولیت. امروز زمان آن است که انسان دوباره به قامت واقعی خود بازگردد. زمان آن است که مردم خود را فقط قربانی ندانند، بلکه امانتدار آینده بدانند. زمان آن است که مسلمان فقط نام اسلام را حمل نکند، بلکه روح آن را زنده کند. زمان آن است که وجدانها دوباره بیدار شوند. زمان آن است که جهان بداند هنوز کسانی هستند که حاضر نیستند انسان را قربانی تاریکی کنند. و من این را برای امروز نمیگویم، برای 100 سال بعد میگویم، برای 1000 سال بعد میگویم، برای نسل‌هایی میگویم که شاید روزی از ما بپرسند وقتی انسانیت در خطر بود شما چه کردید؟ وقتی حقیقت زیر خاکستر مانده بود شما کجا ایستادید؟ وقتی ظلم گسترده شد آیا شما هم خاموش شدید یا ایستادید؟ نه برای قدرت، بلکه برای حق، نه برای نفرت، بلکه برای کرامت، نه برای تخریب، بلکه برای نجات انسان. باشد که این روزها بگذرند اما ما در این روزها گم نشویم. باشد که طوفان‌ها عبور کنند اما وجدان ما فرو نریزد. باشد سرزمین‌ها زخمی شوند اما روح انسان دوباره برخیزد. باشد که امت دوباره خود را پیدا کند. باشد که انسان دوباره انسان شود. یا حق.